السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به کانال یوتیوب مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان و می‌خواهیم که امروز با شما درباره تربیت فرزند از نگاه دین مبین اسلام صحبت داشته باشیم. پیش از آن که وارد موضوع شویم، به خاطر آن که برای شما معلومات باشد یادآور می‌شویم که درباره تعلیم و تربیت فرزند سال 2011 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند به تصویب رسیده بود و در طرح نو 20 ایون سال 2024 با نام قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک در طرح نو قبول گردیده است. در این قانون تمام وظیفه‌های پدر و مادر، مکتب، جمعیت که وابسته به تعلیم کودک است در بر گرفتگی است. یعنی فراگیری همه آن مسائلی است که کودک تا به سن بلوغ رسیدن و بعد از آن را در بر میگیرند. یعنی تمام قشر جامعه را به آن جلب کرده است تا اینکه در مسئله تعلیم و تربیت کودک بی‌تفاوت و بی‌طرف نباشند. اینجا ما میخواهیم که از نظر دین مبین اسلام این موضوع رو مطرح کنیم. اولا خداوند تبارک و تعالی در سوره تحریم در آیت 6 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا. صدق الله. خداوند تبارک و تعالی میگوید که ای شخصانی که ایمان آوردید خودتان و اهل عائله‌تان را از آتش دوزخ نجات دهید. حضرت علی کرم الله وجهه بر روایتی که امام حاکم در مستدرک بیان کرده است در تفسیر همین آیت گفته بود است که یعنی که خودتان نیکی را بیاموزید و به اهل خاندانتان نیکی را تعلیم بدهید. یعنی معنی آیت کریمه این است که انسان باید که در حیاتی که زندگی میکنه تمام عملهایی که وابسته به نیکی نیکوکاری است باید که درک کند، فهم کند و آن را از خود کرده گیرد. نیکی چی است؟ نیکی اون چیزی است که برخلاف بدی است. یعنی که هر چیزی که بد است برخلاف اون را ما نیک میگیم. همه آن نیکوکاریایی که هست برخلاف بدی است. بنابراین انسان در طول حیات خود اولا نیکوکار باشد، نیکی را آموزد. این نیکی در برگیرنده مفهوم بسیار وسیع است که در برگیرنده آن را ما در پایان یک برای شما به قدر وسعت بیان میکنیم. و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که امام بخاری و امام مسلم و دیگر محدثین بزرگ آن را روایت کرده هستند میگویند که هر یک شما در اهل خود به منزله نگهبان هستید. بسم الله الرحمن الرحیم کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. یعنی که هر یک شما به منزله چی هستید؟ نگهبان هستید و در روز قیامت ما و شما را از این مسئولیت پرسیده می شود. یعنی که پدر و مادر نسبت فرزندان پرسیده می شود. یا حدیث دیگری که امام بخاری از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده است میگوید که وقتی که هر فرزندی که به دنیا می آید او به فطرت اسلام است. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. یعنی هر یک فرزندی که به دنیا می آید او پاک است، به آلایش است، ایمانی پاک است، ایمانی فطری است. پس پدر و مادر او را می توانند که یا یهودی یا نصرانی یا مجوسی و یا دیگر کنند. فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. پس معلوم می شود که اساس در تعلیم و تربیت فرزند این نقش پدر و مادر و خانواده است. بنابراین ما باید فرزندان خود را در تعلیم و تربیت آنها بی‌تفاوت نباشیم. و آیتی که بالا از سوره تحریم برای شما خواندیم این آیت از جمله آیات‌های وعید است. یعنی خداوند ما و شما را سخت هشدار می‌دهد که ما بی‌تفاوت نباشیم، بی‌پروا نباشیم که ما و شما را در روز قیامت بسیار مسئله مهم در پیش است در بابت تربیت فرزندان. بنابراین ما و شما را پرسیده می‌شود از همین جهت ما باید در این مسئله آماده باشیم تا اینکه فرزندان خود را آن نیکی که در دنیای امروزه ما و شما در جامعه زندگی میکنیم و آن را در بر میگیریم باید ما کامل و آماده برای تربیت فرزند باشیم.
تربیت فرزند این یک رکن بسیار مهم برای حیات انسانیت است. وقتی انسان برای فرزند زندگی میکند، زندگی او به خاطر فرزند است، تمام جهد و تلاش و کوشش های او به خاطر فرزند است، پس باید فرزند اخلاق و آداب نیکو داشته باشد. زیرا که انسان در جامعه که زندگی میکند، او باید سراسر از آداب و اخلاق نیکو آراسته باشد. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما ارشاد فرمودند و گفتند که بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من فرستاده شدم تا اخلاق نیکو را برای مردم پیشنهاد کنم و برای مردم دستاور بیارم تا اینکه از آن پیروی کنم. و حضرت مولانا جلال الدین بلخی نیز در این بابت میگوید که آیت همگی معنی قرآن ادب است. یعنی مفهوم و مندرجه قرآن برای ما و شما آداب می‌آموزد. دین آداب است، دین نصیحت است، دین پند است. بنابراین ما باید فرزندان خود را در این روحیه و در این سمت تربیت داشته باشیم. پس انسانی که میخواهد فرزندش را تربیت کند، مربی باشد، تربیت کننده باشد، او باید چی نوع صفت داشته باشد. پیش از آنکه که در صفت مربی برای شما گپ زنیم، میخواهیم یادداشت کنیم که اصلا مفهوم تربیت چی است. مفهوم تربیت را حضرت امام بیضاوی در تفسیر خود میگوید که تربیت یعنی که کلمه رب از کلمه رب گرفته شده، معنیش چیزی رو به تجرید تا به حد کمال برده رسانیده است. یعنی که انسان یک چیز رو به تجرید آهسته آهسته تربیت کرده به حد کمال برده میرساند. یعنی انسانان ما اگر تربیت کودک رو کنیم، کودک رو از کودکی از بین که نشستن، راه رفتن، سخن گفتن، یعنی تو به حد کمال آورده میرسونیم تا اینکه آماده شود برای زندگی و قدم زدن در راه زندگی. از همین جهت صفت شخصانی که مربی هستند، منظور از مربی این پدر و مادر است. این برادر و خواهرای کلان است که کودک را تربیت میکنند در خانواده. این بعدتر مکتب است، بعدتر چی است؟ جامعه است. یعنی انسان همه وقت در طول حیات خود پیروی از مربی ها میکند، از تربیت کننده ها میشود. از این جهت تربیت باید چی باشد؟ در حد کمال و درست و راستی باشد. شخصانی که مربی میشوند، یعنی که از پدر و مادر سر کرده با آنهایی که در خانه کلان هستند، خواه بیبی باشد، خواه بابا باشد و آنی که تا جمعیت میبرایند، آنها پیش از همه نسبت کودکان، فرزندان باید که مهربان باشند. مهربانی یک از صفت‌های اساس در تعلیم و تربیت به شمار می‌رود. زیرا که در حدیثایی که ما با می‌خوریم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که به طریق‌های گوناگون روایت شده است، میگه وقتی که پیغمبر خدا نبیره‌شان امام حسن را بوسه می‌کردند، نفری از آنها پرسید که آیا نبیره را بوسه می‌کنند؟ رسول اکرم میگه که برای چی این سوال را می‌کنی؟ میگه که من فرزندان زیاد دارم ولی که یگان نفری آن را بوسه کردگی نیستم تا حاضر. رسول اکرم میگه که رحم کنید تا رحم کرده شوید، مهربانی کنید تا مهربانی کرده شوید. یعنی انسان باید که مهربان باشد. برای تعلیم تربیت حتما در همون دنیای همون فرزند در آمدن اون رو باید که مهربانانه تربیت کنند. دیگر اینکه البته فرزند عادت‌های خود را دارد، شوخی‌های خود را دارد، طلبات‌های کودکانه خود را دارد. انسان در برابر آن باید چی باشد؟ با صبر باشد، با اقرار باشد، تحمل کند. یعنی که تا آنی که همون کودکی فرزند را برداشت کند تا اینکه آن را چیکار کرده تواند در تربیت داخل کرده تواند. همچنین نیکویی و رحمی، یعنی که با رحم باشد، نرم باشد. اگر نرم به حد اینه که از اندازه که کودک بسیار ایرکه شود و دیگر شود، یعنی در حد معین باید باشد. در مسئله تربیت حالت‌هایی هست که انسان به خشم و غضب میاد. باید این خشم و غضب را باید فرو برد. یعنی نگذارد که در وقت تربیت کودک در پیش کودک غضب کند، دشنام کند، سخنانی پست و بلند بیاد. الان اینها چی هستند؟ این صفات‌ها برای مربی شایسته نیست. و همچنین در میان وقتی تربیت کردن مسائلی پیدا می شود که چند راهی حل آن است. بنابراین باید که مربی کوشش کند که آسان و سختگیری بد نباشد. یعنی که در مسائلی که پیدا می شود راه آسانتری آن را برای تربیت کودک
گرفته آن رو برای تجربه تربیت کودک باید که صرف کنند. خب یعنی که در این بابت باید که مربی تربیت کننده که مفهوم وسیع دارد، از پدر و مادر، از بابا و بیبی سر کردم با اکا یا اپوی کلان خواهر بزرگو یا که برادر یا اینکه ببینیم که سرشریک به مکتب باید همه این صفات رو داشته باشند و به حدی که اینجا بیان کردیم که همه اینها در حدی باید میانه باشند، نه در آن حدی که کودک از اندازه و اعتدال بیرون شده بسیار ایرکه شود. حضرت سعدی یک حکایت عجیب در گلستان دارد و فقط من اینجا بیتش رو میگم. میگه که استاد و معلم چه بود به آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. مسئله دیگری که وابسته به تربیت کودک است، این مسئله است که باید کودک رو از چی وقت تربیت کرده می شود. یعنی که همین مسئله تربیت کودک آغازی آن از کجا است. البته بزرگان ما و شما این مسئله رو از وقت خواستگاری برای فرزند، برای نفری که صاحب فرزند می شود آغاز کرده هستند. یعنی یک جفت مناسب جستجو میکنند تا اینکه اونو در حیاتی که آینده صاحب فرزند می شوند باید موافق و مطابق، یعنی از نگاه شریعت باید که کفء باشند. یعنی که انتخاب همسر این نقش اولین درجه می بازد. چرا که بزرگای ما و شما در قصه‌هایی که خوانده بودیم میگفتن که یک نفر فرزنددار میشود و نزد دانشمند بعد 7 روز یا بعد 40 روز میبرود و از اون کس میپرسد که من فرزنددار شدم و فرزند من همین قدر روزه شدگی است. دانشمند در جواب میگوید که شما همین قدر روز، یعنی 7 روز یا 40 روزی که آمدگی است شما دیر کردید. یعنی از روز تولد کودک رو به این نوبت میگیرند. لیکن بعضی دانشمندان دیگر این رو از وقت خواستگاری، بعد توی و حتی که در اولین شب زفاف، یعنی که شب وصالی که شاه یعنی شه با عروس دارد، از آن وقت آغاز میکنن که باید که سراپا وابسته از تقوا باشد. در این مسئله ها ما و شما قصه هایی که در بابت حضرت امام اعظم رحمت الله علیه که معنی صحیح دارند، درست دارند، که پدرشان ثابت و قصه ازدواج آن را خوانده هستیم که تا چه اندازه در تقوا و پرهیزگاری کوشش و جهد میکردند. یا عبدالله بن مبارک، یعنی پدرشان مبارک که خدمتگار بود، خادم یک نفر بود و در نتیجه تقوا و پرهیز او نفری به دنیا آمد که از جمله سلطان المحدثین در دنیای اسلام گشته است. یعنی همه اینها از تقوای آغاز می شود که در اولین شب‌های زفاف یا اینکه در اولین وصلی که بین زن و شوهر نو به وجود می آید، کودک تربیت و آینده اخلاقی او از آن وابستگی به نهایت زیج و مهم دارد. وقتی که کودک به دنیا می آید، پیش از آمدن کودک به دنیا نیز حق و حقوق زیادی آن است که باید در وقتی که در بطن مادر است او باید که حتما نسبت او مهربانی باید باشد. در پیش کودک جنگ و جدال، سخن‌های خرخشه، ناجا گفته باید نشود و همه آن چیزی که وابسته به حیات کودک در بطن مادر است باید رعایت کرده شود. همه آن باید رعایت کرده شود تا اینکه کودک صحت و سلامت و سالم به دنیا بیاید. زیرا از روی علم روانشناسی متخصصان خوبتر می‌دانند آن حالت‌هایی که بیرون در جامعه ما و شما به وقوع می‌پیوندد حتما در کودکی که در بطن مادر است تاثیر منفی خود را می‌رساند. اگر چی باشد عمل‌های ناخوب باشد، اگر خوب باشد، مهربانی باشد، احترام باشد، عزت باشد نسبت پدر و مادر، اطراف، همونایی چیکار می‌کند در خود می‌گیرد و با خود جعل می‌کند. بنابراین مسئله کودک چیزی که ذکر کردیم از اول از روز خواستگاری، از روز به همایی و تا در بطن مادر و تا به کودک تولد شدن، تا به این درجه، تا به این حالت‌ها باید که رعایت کرده شود. و بعد آنی که فرزند به دنیا می‌آید مسئله هایی است که ما باید با آن حتما رعایت کنیم. از قبیل آنی که از نگاه شریعت در گوش آنها از آن اقامت گفتن، نام نیک گذاشتن. خب اگر که لازم است مسئله آنی که اگر پسر باشد ختنه کردن، موی سرش را گرفتن، همه آن مسئله است که زینه به زینه در مسئولیت پدر و مادر یا شخصانی که آنها را سرپرستی میکنند گذاشته می شود و میآید. و همچنین
دعای خوب و خیر کردن برای فرزندان این نیز در ابتدا چی است؟ از عملهایی است که ما باید که به آن رعایت کنیم و روی آن باید که بی توجه نباشیم. اینچنین راضی بودن در تولد کودک، بخصوص اگر دختر باشد. در مسئله تولد دختر باید انسان باید خرسند باشد، زیرا که دختر این برکت است در خانه، این فیض است. دختر این چی است؟ مهربان است برای پدر و مادر. و همچنین در حدیثی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای ما و شما بیان کرده هستند، میگن که کسی که دو دختر را اگر تربیت خوب کند و به بویه رساند، مانند من، میگه همراه من مانند دو انگشت در جنت هستند. یعنی اینها چی هستند؟ یک بسیار فیض و برکت و رحمت‌های زیاد دارد. ما و شما باید در این بابت بی‌تفاوت نباشیم. حالت‌های می‌شود می‌شنویم در جامعه که این نفرانی که دختر صاحب دختر می‌شوند خود را ناراحت حس می‌کنند، خود را ناهنجار حس می‌کنند. این البته بسیار خطای کلان است. هرگز ما باید در این مسئله راه ندهیم و این مسئله رو باید چیکار کنیم؟ به طریق خوب و به طریق چیکار کنیم؟ نیک باید که در دست داشته باشیم. و مسئله دیگری که وابسته به تعلیم و تربیت کودک است این است که مادر گوش میکنه شما. السلام علیکم. و علیکم السلام. همین چیش رو تماشا کردیم. شریف زاده از آن شده سوال داشتیم. گوش میکنیم. بخشی زیاد. مسئله دیگری که وابسته به تربیت کودک است مسئله دوران شیرخوارگی است. دوران شیرخوارگی البته دورانی بسیار مهم برای کودک است و باید که کوشش کرده شود که خود مادر کودک را تربیت کند، شیر دهد. زیرا که شیری که مادر میدهد البته جای آن را یگان چیز صنعی گرفته نمیتواند و البته مهر و محبتی که کودک نسبت مادر دارد در آن زیادتر می شود. ما باید اون چه که دانشمند در این بابت تجربه کردگی هستند و با تجربه های عملی رسیدگی هستند این است که وقتی که کودک را در خردی پدر و مادر خود تربیت میکنند و آنها خصوصا تا 3-4-5 سالگی با آنها مهربانی میکنند، مهر و محبت آن کودک زیادتر تا وقتی که در حیات است در قلب و دیده‌اش میماند. یعنی که مادر به خصوص زیادتر کوشش کند که پدر صحت سلامت باشد، حتما از شیر خود کودک را غذا دهد، آن را تعلیم و تربیت کند تا اینکه کودک به شیر مادر به وای رسد. و بعدا مسئله آموزش کودک، یعنی کودک را از جهت تو حتی که راه گشتن و سخن آموختن و خب زندگی خوب برای زندگی خود آموزه کردن، همه اینها یکم مربی که از مادر است. مادر در این بابت باید که حتما بی تفاوت و بی پروا باید که نباشد. ببخشید. بله. السلام علیکم. و علیکم السلام. حضرت ما همون چی شما را تماشا کردیم. از سوال داشتیم ممکنه؟ مرحمت. همین تربیت فرزند از چند سالگی شروع کردن در تو؟ همین در گونه افشانی من دوستم. سلامت باشی رحمت. بگمانم که برادر در خطی انشاءالله که در رفت صحبت ما به سوال شما جواب میدهیم. یعنی که انسان باید که در بابت تربیت کودک از اول چیزی که برای شما گفتیم همه اون حالت‌هایی که هست که انسان باید آن رو به اینابت بگیرد و یک آن رو پس سر کند تا اینکه کودک در حدی بسیار خوب به بلاغت رسد. حقوقی که فرزند بالای پدر و مادر دارد از همین چیزی که برای شما گفتیم از همین حالت‌ها آغاز می‌گردد. و دیگر اینکه اگر موادی که در خانه چند فرزند باشند باید که حتما میان ایشان عدالت باشد. یعنی که هیچ وقت پدر و مادر نسبت یک فرزند به فرزند دیگر زیادتر مهربانی و غمخواری نکنند. یعنی که اگر که مهربانی باید که یک شکل باشد، اگر که موادی که یگان تحفه میارد باید که روایت کرده شود. بخصوص
دخترها رو باید با اینوبت به نظر گرفته شود، زیرا که آنها چی هستند؟ لطیفتر، نازکتر هستند، زود میرنجند. در این بابت یا اینکه فقط تکیه به پسرها کردن و پسرها رو بسیارتر بیم تعریف کردن، این چیزا باید حتما رعایت شود. یعنی که برابری در همه شکل باشد، هم در تعلیم و تربیت باشد، هم در آموزش باشد، در همه بابت‌ها باید که یک رنگ باشد. ببخشید. بله. السلام علیکم. و علیکم السلام. استاد محترم خوب هستید؟ سلامت باشید. تشکر. بسیار یک برآمد پرمحتوا ما تماشا کرده ایستادیم. راستی خیلی در خط تماس بودیم، یکی فرصت شد در مسئله عدالت میان فرزندان که باید چگونه باشد صحبت میکردید، یک فهماندهی. همچنین نزد ما رفیقا هستن، ما یک جای گوش کرده ایستادیم مسئله نامگذاری. در مسئله نامگذاری و فرزندها که بعضی نامهای تاجیکی که هست باز عوض کردن میخواهند، در این باره چی گفتن میخواستید؟ و همچنین کدام کتاب ها را توصیه میدهید برای تربیت فرزندان؟ سلامت باشید. رحمت. سلامت باشید. تشکر زیاد به شما. سلامت باشید. ما کوشش میکنیم که در وقت صحبت اولا به این سوال ها جواب دهیم، بعد بعدتر سوال های دیگر رو قبول کنیم، زیرا که از موضوع نشود که ما کمی بیرونتر برویم. خب چقدر که در وقت صحبت ما این سوال وارد شد، مسئله عدالت میگن، این البته در جامعه ما و شما زیاد به نظر میرسد که نسبت بعضی فرزندان توجه زیادتر میشود، آنها رو در مکتب‌های خوب میمونند، آنها رو زیاد توجه کرده میشود، در آنها بسیار محنت‌های زیاد کرده میشود، ولی که نسبت بعضا به خصوص دخترها بی‌توجهی کرده میشود. البته این چی میشود؟ این رعایت نشدن عدالت نسبت فرزندان میشود. ما باید در همه حالت، در هم لباس، هم خوراک، هم تعلیم و تربیت، در همه جهت باید که نسبت فرزندان خود داشته باشیم، حد اعتدال و برابری رو باید چیکار کنیم؟ رعایت کنیم. و اینجا سوال ها آمدن، از موضوع زیاد دور نرویم. مسئله که در اینجا نفر برادر در بابت نامگذاری داخل کردن، میخواهیم همین رو بیان کنیم که مسئله نامگذاری در دین مبین اسلام هم یک روش خاص دارد و این امروز بسیار یک نکته مهم رو بررسی کردن که بعضی نفران یافت میشوند که نامهای خود رو عوض میکنن. مثلا بسیار شنیدیم که نفران که نامشون فیروز بود اون رو عوض کردن، یا دیگر نمود نامهایی که تاجیکی که داشتن عوض کردن. مناظر از اون که پیش اومده که شریعت در این بابت برای ما چی بیان میکنه، ما میخواهیم که دیگر مسئله رو در یک یادرس کنیم. همین در 2 ساله اخیر وقتی که همین مسئله رو زد، مسئله اونه که نامهای کتابی با نام نامهای کتابی این مسئله معمول گشت و بعضی نفران نامهایشون رو عوض کردن، فقط نامهای تاجیکی رو عوض کردن. این مسئله مربوط فقط به سمت نامهای ملی ما بود. نامهای تاجیکی رو عوض کردن. نامهایی که مردم ما و شما داشتن و از قبیل نامهایی که از دیگر ملت‌های دیگر بود، در اون این مسئله نبود. فقط چسبیدن به نام‌های فرض کنید که فیروز، خب خورشید، جمشید، رستم، سیاوش و همین شکل‌ها نام‌های صرف تاجیکی. من اول پیش از اون که حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله رو برای شما بیارم در این بابت، باید یادآور شویم که صحابه‌های پیغمبر صلی الله علیه و آله از جمله نفرانی که از ملت ما و شما تاجیک فارس بودن، سلمان فارسی بود یا فیروز دیلمی بود. فیروز دیلمی، یعنی فیروزی که امروز بعضا پدر و مادرها نام آن رو جاشش عوض کردن. فیروز دیلمی سالهای اخیر زندگی پیغمبر صلی الله علیه و آله آن کس چی بودن؟ آن کس به مقام مرتبه صحابگی رسیدگی بودن. بنابراین در این بابت حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله است و میخوام که همین رو اندک به توجیه که بعضی شارحان حدیث کرده است برای بیننده بیان کنم. میگوید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که احب الاسماء الی الله تعالی ما تعبد له و اصدق الاسماء حمام و حارس، صدق رسول الله صلی الله علیه و آله. میگوید که
دوست داشته ترین نام ها نزد خداوند آن نام هایی است که با عباره عبد سر می شود، مثلا عبدالرحمن، عبدالله و غیره. و راستترین نام ها حمام و حارث است. در همین حدیث یک لحظه ایستاده میگذاریم. در همین حدیث دو جنبه نامگذاری را پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما شما پیشنهاد کرده است. یکی جنبه آنه که دولت به عبدالله و عبدالرحیم به عبد میکنه، به بندگی خداوند میکنه، و دیگر نام‌های ملی است که نمونه آن را دو نمونه آن را پیغمبر خدا برای ما شما پیشنهاد کرده است. یکی با نام حمام و دیگری با نام حارث. بیننده عزیز، آیا شما در طول زیاده از 500 سال و 1000 سالی که کتاب‌های تاریخ و ادبیات و دیگر کتاب‌های تذکره را ورق میزنید، میبینید که از میان ملت ما و شما یگان نفر نام فرزندش را حمام مانده باشد، یا اینکه حارث. شاید که حارث در مثال عصرهای گذشته باشد، لیکن در 300 سال اخیر یگان کس برایش نامش را چنین نگذاشت. زیرا که رسول اکرم گفت که اصدق الاسماء حمام و حارث، راستترین نام ها حمام و حارث است. برایش نگذاشتم، برای که این شکل نام قسمت اول اگر جنبه مذهبی داشته باشد، قسمت دوم حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینو بر توجیه بعض شارحان حدیث جنبه ملی دارد. یعنی که اون مردم در بینشون معمول که نام فرزندانشون را حمام میگذاشتن، حارث میگذاشتن یا دیگر میگذاشتن. در بین ما و شما معمول بود که نام فرزندان ما رو چی میگذاشتیم؟ فرخ میگذاشتیم. از اینجا جای من یاد من یک واقعه است که بیان میکنم پایان تا یا یکی دیگر، مثلا فیروز دیلمی که صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن، سلمان فارسی که از جمله بزرگان صحابه بود. یعنی که پیغمبر خدا آن نام‌های را گفته است برای عوض کردن که دلالت به شأن انسانی نمیکنه. مثال فرض کنید که نام‌های چی هستند؟ نام‌های که مثال پیشتر میموندن، فرض کنید انا مثال حتی گرفتن اون مثال برای انسان خوب نیست. یعنی که انسان باید نام کامل درست خوب داشته باشد. بنابراین این شکل برنامه‌ای که 12 ساله که ما و شما پس سر کردیم اومد، این البته برنامه مخصوص بود که خاص برای ملت ما و شما بود. دیگر نام‌های بودن ما نام نمیگیریم ملت آنها که بسیار شنیع و نادرست و درست در گوش ما میخواد. یگان نفر آنها رو نگفت که نامتون رو عوض کنید و فقط همین طایفه ها چسبیدن با نام‌هایی که البته جنبه ملی دارند. و اینجا سوال دیگر اومد که در مسئله توصیه دادن که مثلا برای تعلیم و تربیت فرزند ما چگونه کتاب‌ها رو میتونیم که توصیه کنیم. توصیه دادن البته توصیه ادبیات‌های زیاد در بابت تعلیم و تربیت فرزند انشا شدگی است. من از بزرگان یک چندش رو برای شما نامگذاری میکنیم. یعنی که البته کتاب گلستان سعدی بزرگترین کتاب تربیت برای انسانیت است، نه برای مردم تاج، برای انسانیت است. یا اینکه اگر کتاب بستان سعدی شیرازی، یا اینکه کتاب بهارستان حضرت عبدالرحمن جامی که خواستن برای فرزندش نوشته شده بود، برای تربیت فرزند نوشته شده بود. خب پندنامه عطار نیشاپوری، خب قابوسنامه عنصر المالی کیکاووس، یا اینکه اخلاق محسنی، اخلاق جلالی و حتی که کتاب در آخرین از جمله بزرگان ما و شما نوشته کتاب تهذیب الصبیان استاد صدرالدین عینی است. البته این کتاب‌ها برای کودک و برای نوآموز در آموزش مشکلیات دارند. اگر مربی پدر و مادر آن را گرفته خودشون آن را خوانده بیان کردن، اگر به کودک آن را تعلیم دهند، بسیار خوب می شود، بسیار خوب مرد می شود. لیکن کتابایی که بسیار ساده برای کودکانه در سمت کودکان نوشته شده است، آن را باید شخصانی که مسئول هستند، شخصانی که در همون دنیای کودک ها سر و کار میکنند، باید که از آنها پرسیده شود. یعنی که ما باید پرسیم که کدام کتاب ها رو ما میتوانیم که برای تعلیم و تربیت کودک فرزندان خودمان آن را استفاده بریم و از آن نتیجه گیری کنیم. و مسئله دیگر، وقتی که ما یک لحظه تا اونی که از موضوع چی نشویم، در بابت گفتیم که بزرگای ما و شما در این کتاب ها بهترین نمونه اخلاق رو برای جهانیان پیشنهاد کرده هستند. من بعضی نمونه های آن رو برای شما از فرصت استفاده بردم میخواهم که بیان کنم. ابوشکر بلخی میگوید که درختی که خورده است ورا باغبان
بگرداند او را چخواهد چنان. چو گردد کلام باز نتواندش، که از کژی او هم بگرداندش. یعنی ببینید که در دو بیت چقدر مفهوم تربیه را گنجاندگی هستند. چه که امروز مرحله شناختن نهال است، درخشینانی است. اگر درخت چه شکلی که اگر که شینانند همون شکل به اویا میرسد. لیکن درخت اگر 10 ساله و 15 ساله شد، اون رو به یک جانب دیگر یا یک شکل دیگر کردن اون بسیار برای ما چی میشود؟ مشکل میشود. کودک هم مثل همین است، مثل یک ورق تازه است. بالای اون که هر چیزی که نوشتی اون رو با خود میگیرد، در اون ثبت میشود. بنابراین از خردی باید تربیت خوب و نیک کردن. یا اینکه استاد سخن سعدی میگه چخواهی که نامد بماند جهان، پسر را خردمندی آموز را. یعنی که انسان باید که فرزندش رو تربیت نیک کنه، تربیت خوب کنه. جای دیگر میگه که پادشاه پسر به مکتب داد، لوح سیمینش بر کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر، جبر استاد بیز مهری پدر. یعنی همه این نمونه‌هایی است که برای تعلیم و تربیت فرزندان بزرگای ما و شما از معنی قرآن، از حدیث رسول اکرم، از گفته بزرگان را در خود حل کرده به شیوه بسیار خوب، به شیوه بهترین برای ما و شما بیان کردند و آن را پیشنهاد کردند. یعنی که گفتیم که بهارستانی که حضرت عبدالرحمن جامی برای ما و شما پیشنهاد کردگی است، اصلا او به یک نمونه یا که برای تربیت فرزندش گفتگی است. میگه هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، جز بر جان فرزند را پیوند نیست. حاصل از فرزند گردد کام مرد، زنده از فرزند ماند نام مرد. یعنی انسان زندگی یک است که برای فرزند است و فرزند انسان را چیکار میکنه؟ نام آن را جاودانی میماند. وقتی که نام پدر یک نفر را گرفته میشود در بزرگی و شکوه، البته نام او زنده میشود. حتما یک نفری که تربیت خوب مییابد و به حد کمال و بزرگی میرسد، حتما در همه جا، در همه جامعه از او پرسیده میشود که او فرزند کی است و کی او را تا به این حد کمال آورده رسانیدگی است. من یک نکته رو از فرصت استفاده برده درباره تربیت فرزند میخواهم برای شما بیان کنم. یک نفر از جمله تابعین جلیل قدر گذشتگی است با نام ربیعة الرأی و اون کس بسیار شخصیت مشهور در دنیای فقه و علم اسلامی است. همون نفر نام پدرش فرخ بودگی است. فرخ یعنی از مردمی تاجیک فارس بودگی است. این فرزندش صحابی پیغمبر، صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و آله بودگی است. این کس در مدینه زندگی کردگی است. خب فرخ اصلا پسر همین فرخ ربیعة الرأی از جمله تابعین و شخصیت بسیار مشهور و معلوم در دنیای اسلام است. امام مالک رحمت الله علیه که از جمله 4 مذهب اهل سنت و جماعت رو، یکی از اینها رو بعد مذهب امام ابو حنیفه، دوم مذهب مؤسسش امام مالک رحمت الله علیه است، استاد همین امام مالک میشه. استاد امام اوزاعی که فقیه شام بود، استاد او میشه. استاد سفیان ثوری میشه که شخصیت بسیار برجسته در دنیای اسلام است. استاد لیث بن سعد میشود که این نفری است که بسیار در مسئله فقاهت و دهها بزرگان هم عصر امام ابو حنیفه رو استاد میشود. و حتی که خطیب بغدادی و ابن ندیم نیز در کتابهای خود روایت کرده هستند که امام ابو حنیفه، امام اعظم رحمت الله علیه، در پیش او کسب علم کرده است. همین ربیعة الرأی پدرش فرخ وقتی که از مدینه بیرون میشود با همراهی سپاهیان، یک مقدار پول 30,000 دینار که میگن برای زنش میموند، میگه این را امانت رو نگه میدار. و همین برآمدگیش از اون چیزی که مورخ بیان میکنن 27 سال میکشد. بعد 27 سال در وقتی که از مدینه بیرون میشود، پسرش ربیعه در قدید، یعنی که در بطن مادر دیگه است. بعد 27 سال وقتی که وارد مدینه میشود، شب دیرتر خانه میآید، فرزندش را نمیبیند، با زنش هم صحبت میشود و از همون پولی دادهش میپرسد. میگوید که پولی که امانت داده بودم در جای موافق گذاشتگی هستی؟ همسرش میگوید که بله در جای موافق گذاشتگی هستم. میگوید سحر که مسجد نبوی رفتی اون رو میبینی. وقتی که سحر نماز بامداد میرود، بعد 27 سال میبیند که بعد نماز یک نفر جوان
در وقت مکتب‌ها نبودن، مدرسه‌ها نبودن، همون علم و تدریس در مسجدها برگزار می‌گردید. در آنجا می‌بیند که یک نفر جوان به حد کمال در علم و معرفت مردم را سخن میگوید و درس می‌دهد. می‌بیند که شنونده‌ها آدم‌های جدی هستند، شخصیت‌های برجسته چیکار می‌کنند، گفت‌های او را می‌نویسند و می‌گیرند، چیکار می‌کنند، از خود می‌کنند. وقتی درس به پایان می‌رسد، از همون حاضرین یک نفر را می‌پرسد، میگه که همین جوان کی بود؟ او نفر نگاه می‌کند، میگه شما از این شهر نیستید؟ میگه نه، من چند وقت باز در این شهر نبودم. میگه این کس نامش ربیعه است. تعجب می‌کند که نامی کی است؟ نامی همین بگیم که مولای همین فروغ. و نفر دیگر رو می‌پرسد، میگه که همین جوان کی است؟ میگه که شما از این دیار نیستید؟ میگه که من دیر باز در این شهر نبودم. میگه ربیعه است. میگه نام پدرش چی است؟ نام پدرش فروخ است که خیر از سالها باز برآمده رفتگی است در طرف خراسان سمت بیم که خدمت قدیم. همین قدر خرسند می‌شود که فرزند او در مدت 27 سال به حد علم و کمال را از خود کرده است که من چیزی که پیشتر بیان کردم از جمله فقهای برجسته و مشهور شاگردی او را کرده است. وقتی او وارد خانه می‌شود، میگه بعد نماز بامداد می‌بیند که همسرش در میان حوالی است. بسیار می‌بیند که خرسند به حد بگیم که راضی، میگه که به شوهرش که آیا دیدی که امانت تو رو من در کجا صرف کردم؟ میگه رحمت به شما که امانت رو در بهترین جا و به بهترین شکل صرف کردید. یعنی ببینید که یک مادر فرزند رو چقدر تربیت کردگی است و در تربیت چقدر ببین که سهم گذاشتگی است که این شخصیت از جمله بزرگان تابعین به شمار می رود. حتی امام مالی رحمت الله علیه گفتگی است که با درگذشتن ربیعه مجلس ما میگه چه شیرینی فقه از بین رفت. با درگذشتن ربیعه شیرینی فقه از بین ما رفت میگه. یعنی ببینید که تربیت رو باید چنین کرده شود. لیکن متاسفانه اینجا یک چیز میخوام داخل کنم، امروز ما چگونه فرزندان رو تربیت میکنیم. کودکی که امروز بعضا در جامعه دیده میشود، میشنویم که کودک وقتی که تولد میشود هنوز به اصلاح مردمی چیلش برآمدگی نیست. یک بازیچه‌هایی که تا به سن 5 سالگی 6 سالگیش رو میخرن، از ماشینچه و دیگر چیزا سر کرده تا ولسفید 3 چرخه میخرن، حتی که لباساش رو تا سن 5 6 سالگی میخرن. لیکن متاسفانه مکتب میرود، صنف 1 و 2 رو تمام میکند، خوانده و نوشته نمیتواند، حالتایی میشه. یعنی ما باید این شکل کودک رو تربیت کنیم. با این شکل باید ما برای کودک ما چیکار کنیم؟ توجه کنیم به شکلی که نام او چی باشه، در تاریخ جاویدان باشه، شخصیتایی باشه که برای تاریخ، برای ملت، برای وطن ما و شما خدمت کنند، نام او جاویدان باشه. حضرت سعدی میگه سعدی و مردی نکونام نمیگیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. یعنی انسان باید که برای اون که نامش جاویدان باشد باید برای او خدمت کرده شود. من یک مسئله دیگر رو در جای موضوعی پس برای شما بیان میکنیم که بزرگان ملت ما و شما از قبیل امام بخاری رحمت الله علیه، خود امام اعظم رحمت الله علیه، سعدی بزرگ، حضرت حافظ بزرگ و ده ها بزرگای ما و شما رو، همه اینها از تربیت مادر به همین مقام منزل رسیدگی هستند. از تربیت مادر به همین مقام منزل رسیدگی هستند. از دعای مادر، از تربیت مادر، از راهنمایی مادر به این مقام منزل رسیدگی هستند. لیکن متاسفانه ما بعضا در این بابت‌ها کم حوصله و بی توجهی ظاهر میکنیم. مسئله دیگری که میخواستم روی این مسئله نیز در این بابت برای شما کمی بیان کنم، مسئله علم آموزی برای فرزندان و بخصوص برای دختران است. البته طلب کردن علم فرض است برای هر یک مسلمان، چی مرد باشد و چی زن. حدیث های مشهوری که ما شما میدونیم، پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته است که طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه، یا اینکه هر علمی که ضروری است باید که فرزندان آن را بیاموزند، از خود کنند. بخصوص درباره علم آموزی و کسب آموزی دخترها ما باید که بی‌تفاوت نباشیم. آنها رو حتما ما باید زیادتر از نسبت پسر به دخترها باید توجه داشته باشیم. زیرا دختری که علم، آداب و معرفت خوب دارد، دانش خوب دارد، آینده او در جمعیت زیاد بخصوص هیچ هم نباشد برای خانواده خود، برای فرزندان خود خدمت خوب کرده میتواند. آنها رو با علم، با هنر، با کمال به وی رسانیده میتواند.
بنابر همین در این بابت باید ما بی‌تفاوت نباشیم. نظر دین مبین اسلام هم همین است. ما خوب می‌دانیم که فقه خانوادگی رو ما از ام المؤمنین ها، یعنی که از مادران مسلمان گرفته هستیم، از همسرای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گرفته هستیم و از جمله صحابه‌ای که فقیه هستند، دانشمندان خوب می‌دونند حضرت مادر ما بی عایشه رضی الله تعالی عنها چی است داخل هستند. یعنی باید که در این بابت ما بی‌توجه نباشیم. بخصوص علمایی که امروز برای ما و شما ضروری است که باید که حتما اون رو دخترها اسقچون کنند، بخصوص علم آموزگاری و بخصوص علم طب مامودویگی که این ما احتیاج به آنها داریم. یعنی برای که یک آموزگاری خوب شود، یک طبیب خوب شود، یک مامودویه خوب شود، باید که ما دخترها چیکار کنیم؟ آموزاندن ما لازم است، با علم فرا گرفتن ما لازم است و آنها رو حتما در علم و تربیت آنها به توجهی باید که ما و شما نکنیم. مسئله دیگری که در جامعه ما آن رو ما باید که به توجه در این مسئله نباشیم، این مسئله آداب فرزندان است. امروز اون چیزی که در جامعه ما بسیار با کاستگی، جانب کاستگی می رود، این مسئله آداب فرزندان ما و شما است. بزرگان ما در این بابت زیادها گفتن. من به نزدیکی کتاب علی صفی با نام کتاب آداب الاصحاب را دیدم که بسیار در بابت آداب در نقطه بسیار خوب و بلند بیان کرده است. از آداب نشستن سر کرده، از آداب به خانه در آمدن، حتی آداب راه رفتن که امروز ما رعایت نمی‌کنیم، در تمام نازکی‌هاش در این بابت گفتگی است. ما و شما باید که در این بابت بی‌توجه نباشیم. زیرا اگر فرزند که آداب نداشته باشد، او علمی که داشته باشد، معرفتی که داشته باشد، همش را آداب چیکار میکند؟ آداب یا میپوشاند یا آن را انعکاس میکند. حضرت رسول اکرم در معنی حدیث میگه که شما اگر یک فرزند رو با آداب تربیت کنند، تونید بهتر از آن است که شما هر روز چند ساعت خیر میکنید. یعنی چقدر شما از آنی که چند روز چقدر خیر میکنید، بهتر است که یک آداب یک فرزند رو درست خوب کنید. زیرا مسئله آداب امروز شکایت در آداب، در مخصوص در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که مسئله بی‌آدابی در سطح بلندترین است. چقدر سخن‌های فحش، ناجا، گفتنی‌هایی که شنیده نمی‌شود گفته می‌شود. باید انسان، کرامات انسان به آداب است. در اول صحبت هم گفتم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اومده بود که آداب نیکو رو به جمعیت و برای بشریت پیشنهاد کند. پس ما و شما هم در مسئله آداب باید چی باشیم؟ باید که با دقت باشیم. یک مسئله دیگر که اینجا در رفت صحبت ما بیان شد، البته ما هم اون چیزی که وابسته به تربیت فرزند است فرا گرفته نمیتوانیم و هر جا گوشه و به قول بزرگان خوشه برای شما بیان کردیم. مسئله گرفتن تعلیم از کدام جهت و از کدام سمت است. امروز همین مسئله که از مسائل بسیار در جامعه ما شما مسئله داغ شده است. امروز همه می‌بینیم که در شبکه‌های اجتماعی وارد میشن و هر کسی که هر چیزی که میگه نو بس از شکل ظاهری او با او چیکار میکنن؟ توجه میکنن و گپی او را گوش میکنن. اولا این مسئله رو میخوام از نگاه شریعت برای شما بیان کنم که حضرت سفیان ثوری که حضرت یک از تابعین جلیل القدر که بسیار شخصیت برجسته است، نامش از ذهنم گذشت، برای شما بیان میکنم. میگه که این هذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم. این در روایت امام مسلم است که میگه که البته این علمی که میآموزید دین شما است، پس شما بینید که دینتون رو از چه کسی و از کجای میگیرید. یعنی برای ما از کجا گرفتن شریعت به هر چیزی مهم و چیزی دقیق است. در موعظه‌ای که در جمعه گذشته برای ما پیشنهاد شده بود ناظر توسری، همین مسئله بسیار در سطح خوب و عالی انعکاس گردیدگی بود. یعنی که شریعت رو از هر کس و هر جا گرفته نمی‌شود. شریعت رو باید شود از شخصانی معین گرفته شود. ما و شما در پیروی از حضرت امام اعظم رحمت الله علیه میکنیم. اگر زندگی نامه آن رو اگر ما یک ورق زنیم بینیم، با هر جایی که میره اولین سوالی که آن بزرگان برای او میدادن میگفتن که ابو حنیفه علم رو از چه کسی گرفته هستی؟ تو این علم رو از کی کسی گرفته هستی؟ در واخری که با امام اوزاعی داشت در مینا فرض کردیم، در واخری که فرض کردیم که با امام مالک داشت در مدینه منوره، در واخری که با
جعفر عباسی داشت، با امام باقر داشت، با همه همینایی که روبروش شده است. اولین چیزی که از امام اعظم پرسیده هستند میپرسن، میگن که علم رو از چه کسی گرفتی؟ و امام اعظم رحمت الله علیه سند علمی خود را که به واسطه تابعین و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسید یک بیان میکرد و بعد آنها چیکار میکردن؟ این رو به اینکه قناعتمند میشدن و اون رو چیکار میکردن؟ اعتراف میکردن. امروز شریعت رو ما نیز باید که از هر کس نگیریم. امروز چیزی که ما و شما رو برای قرار داریم، مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان هر هفته روز چهارشنبه 1 ساعت برنامه‌هایی که وابسته به طلبات روز است، وابسته به تکلیف سوال دهندگان است، نفرانی را دعوت میکند که به اندازه برای شما صحبت میکنند. ریاست فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان شخصانی ورزیده هستند که خوب از مذهب حنفی، فقه حنفی، عقاید حنفی چی دارند، آگاهی دارند، سوالای ما و شما جواب میدهند. یعنی ما باید از جای با اعتماد باید چیکار کنیم؟ پرسان شویم. با از شخصان با اعتماد ما باید چیکار کنیم؟ پرسان شویم و علم و دین خود را بگیریم. هر کسی که امروز در شبکه اجتماعی میبینه که از نام اهل سنت و جماعت گپ میزنن و از نام شریعت و دین گپ میزنن، ما باید آنها رو چیکار کنیم؟ به همه آنها باید که ما توجه کردن ما لازم نیست. زیرا که تا به امروز سبب پیدایش فرقه‌های گوناگون و گروه‌های گوناگون، بخص گروه‌های افراطی، این چی است؟ این تفسیر و شرح نادرستی قرآن کریم و حدیث‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و همچنین داده‌های اساسی شریعت که مثال اجماع صحابه و دیگر است. ما از همون دوره که خوارج پیدا شده بود که آیات‌های قرآن رو به شکل دیگر تفسیر کردن و به گمراهی رفتن، تا به امروز تمام گروه‌هایی که افراطی هستند می‌بینیم آیات‌های قرآن کریم، حدیث‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را وابسته به اون چیزی که آرا یعنی که خواست و نیت‌های خود است تفسیر شرح میگن که کاملا نادرست است. این قطعاً ناجایز است. بنابراین ما باید از راه معین، از شخصان معین، از طریق معینی که شریعت آن رو برای ما و شما اجازت داده است، باید حتما از آن راه باید گرفته شود. از هر کس و هر چیز گرفته نشود. با سیمای ظاهری هر کس نگاه نکنید. ببینید که او از کجا گپ میزنند و از کدام سرچشمه گپ میزنند و در کجا خواندگی است، حوزه علمی او کجا است و سندهای او از کجا است. بنابراین توصیه ما برای شما همین است که هر کسی که از هر جای گپ میزند، از نام شریعت گپ میزند، اعتبار ندارد. حضرت بدیل میگوید که ناخوانده معنی تحقیق از صحیفه دین به گفتگوی کسان خویش را مدان ملا. یعنی که هر کس باید که از هر جایی که هر چیزی که میآید و میخواند باید که برای مردم آن رو بیان نکند. یا یک حضرت مولانا میگه که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد. یگان کس از پیش خود یگان چیز نمیشود. هیچ آهن خنجری تیزی نشد. برای که آهن خنجر شود باید که در پیش استادان کامل درست و راه و روش مسلکی که درست دارن باید که از آنها تربیت علم و معرفت گرفته شود. بنابراین پیش هر نفر فرزند رو بردن لازم نیست. پیش مثال همون تعلیمات غیر رسمی که میبرن نمیدونه که در پیش وای از کجا گام میزنن. فرزندای ما و شما رو با چه تربیت میکنن، در کدام راه تربیت میکنن، ما باید به‌نهایت با دقت و جدی باشیم. زیرا که این مسئله است که اعتقاد انسان رو ویران میکنه، اندیشه انسان رو ویران میکنه و انسان رو چیکار میکنه؟ به حد میرسونه که انسان رو چیکار میکنن؟ آینده در عقاید آنها، در اندیشه آنها خلل وارد میشود که این بسیار مشکلات زیاد دارد. و در مجموع در جنبست میخواهیم برای شما چنین بیان کنیم که مسئله تربیت فرزند برای ما و شما از جمله رسالت اساسی در حیات ما و شما است. رسالت اساسی، رسالتی که امروز ما و شما به دنیا میآییم، یک از رسالت اساسی ما و شما این تربیت فرزند است. باید در این بابت ما باید که با توجه و به‌نهایت نازک‌بین باشیم. در همه سمت اگر قانونی که امروز قبول شده است، فرض کردیم از جمله قانونی که قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، این قانون همه جهت زندگی، حقوق و همه آن چیزی که وابسته از خانواده سر کرده به جمعیت همه رو در بر گرفته است. ما اگر چه خانواده، چه جامعه، چه مکتب، چه کارخانه در مسئله آداب و تربیت و تعلیم فرزند اگر با توجه باشد، فرزندای ما و شما البته اخلاقی آنها دیگران می شود.
رفتار آنها دیگران می شود. امروز یگانه چیزی که ما همچون حوزه مردم مسلمانشین به دنیا می توانیم معرفی کنیم این آداب است و بس. در این دنیایی که ما و شما زندگی میکنیم یگانه چیزی که ما دستاورد داریم و آن رو می توانیم که به جامعه و جهانیان معرفی کنیم این چی است؟ این علم است و آداب است. یعنی که با آداب در رفتارمون در جمعیت و با علم و فرهنگمون در دنیا ما می توانیم که پیش قدم باشیم. و دیگر اینکه البته ملت رو با کی میشناسن؟ با فرزندان بزرگشون میشناسن. ما و شما همین فکر و اندیشه داشته باشیم که فرزندایی که جهان میشناسد و ما این رو داشتیم تا به امروز به حد زیادی هستند که حتی اگر نام‌های آنها رو به شکل کتاب کنند چندین جلد کتاب میشود. شخصانی که دنیا تا به امروز از آنها پیروی میکنند در همه سمت علم، چه دینی باشد، چه دنیوی باشد، چه علم‌های معاصر باشد، چه علم‌هایی که در زمانش بود از قبیل ابو علی ابن سینا، بیرونی و ده ها عمر خیام نیشاپوری، البته همه اینها شدن نمونه بزرگترین و بهترین تربیت انسان‌ها، یعنی که بخصوص پدر و مادر تاجیک بودند که این را همچون یک الگو برای جهانیان معرفی کردگی هستند. پس ما و شما فرزندان همون ملت هستیم. پس ما هم باید که فرزندانمون رو همون شکل تربیت کنیم که چی باشن؟ سعدی دیگر باشن، حافظ دیگر باشن، خیام دیگر باشن، بیرونی و سینای دیگر باشن، امام بخاری دیگر باشن، امام ترمذی دیگر باشن، میر سعید علی همدانی دیگر. یعنی ما باید که فرزندان رو به این جامعه در این اصل باید پیشبری کنیم که مجهز و آراسته با علم معاصر باشن که ملت ما و شما، دولت ما و شما و جامعه ما و شما رو برای جهانیان معرفی کنند. این چند صحبت بود در بابت تعلیم و تربیت فرزند از نگاه دین مومن اسلام که به طریق فشرده تا اندازه که تونستیم ما برای شما بیان کردیم. بعضی فکر و اندیشه‌هایی که اینجا آمد البته وقت گنجایش نبود که با آن صحبت داشته باشیم. کوشش می‌کنیم که در برنامه‌های دیگر، در راهخوری‌های دیگر برای شما صحبت داشته باشیم. امید می‌کنیم که اگر یک سخن خوبی که ما و شما گفته باشیم، اگر سرمشق کاری خودی ما و شما باشد، این برای ما هم خرسندی است، هم سبب آن است که ما و شما در این بابت باید پیش قدم باشیم. باقی در امان خدا باشید. امید می‌کنیم که سربلند و خانه آباد باشید.